یو چطوری بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با بازی جذاب کار دیتیلینگ سیمیلیتور. مثل اینکه باید تمیزکاری ماشین انجام بدی و دیتیلینگ ماشین بکنیم. اینا رو حالا کاری نداریم، مثل اینا مثلا دستمال چیه هرچی که هست، باید مثلا یک ماشین مثل این تمیز، به به عجب ماشینیه. و اگه دوست داشتین این ویدیو رو حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید واسه بازی‌های دیگه و پارت دیگه از این بازی و بازی‌های دیگه. خب الان بخش آموزشیشه، میگه هیل هم فرود. اوه استون مارتینه حاجی، باکن به این استون مارتین زیبا. خب میگه برو اینجا. خب معلومه میگه سی باید کنی یوز. خب اوه پرش هم داره، پرش مشه. این سرعتشه. تبلایه توتولیال. خب میاد چه کنید؟ گو تو دیزاین لوکیشن تو کالکت نمیدونم چی گفت کجا. اینجا. خب بادی ورک واشینگ کیت بادی ورک واشینگ. الان مثل که باید بدنه رو خوشگل رو تمیز کنیم. اینو میگه بزن اینفنتوری فومر. فوم حاجی از اینو دیدی اینجوری میکنه، خیلی خوبه. دقیقا حاجی اینا دیدی، خدا سینو اسکیپ ویدیو. خب اینها چفیش کن. به حاجی قشنگ همه رو بشین قشنگ اینا. بالاخره باید تمیزکاری کنیم. مشتری اومده اینجا، باید تمیزکاری بکنیم واسش. اینجا یه دونه گیردالو. پاشو استون مارتین خوشگلی خدا وکیلی. قشنگ کلش شد چیز کندی. سقف روی هود شیشه ها ماشاءالله. ببین میگن چی؟ سلطان دیتیلینگ. کف مالی شد کامل گفتم. خب میگه چیشو فن اینونتوری. خب این دیدی خیلی خوبه. وایسا به عجب رنگی داره ماشین. رنگی چرا اول سبز بوده انگار؟ نه صدقم ماشین رنگش مزخرف بود الان. عجب ماشینی حاجی. یه ماشین کاش اینجوری داشتم، واقعا کاش یه استون مارتین داشتم. نه حاجی چه خوشگلی. ملت چیا میسازن، خارجی ها چی میسازن تو رو خود. قشنگ کف نره. فکر کنم واسه یه خودت داری شامپو میزنی، داری آب میکشی بعدش. تمیز یه تمیزکاری بکنیم. خب حل شد و تمیز یعنی فقط خیلی خیسه. گود جاب. now complete all remaining tests the remaining kids from the خب میگه کلینگ این توش ویندو اینو بزن اینجا. فعلا نیاز نخواد چی؟ آره نیاز نه. ویندو کلینینگ کیت. پیس میکنی بعد چیکار کنی؟ خب بعدش برو با 3 سال من خودم این کارم. با اسکرول هم چیز میشه. خب اینو میذاریم اینجا. نکن این هم از این. اوکی تموم. قشنگ پیسش میکنیم. تمام شد. رفت. حالا نکن با این. چه صدایی میدم. آب شد. آبشو چلون. داشتیم لذت میبریم. هیس. به عجب ماشینی چیز کردم. اسمم هنوز چف روشه نمیدونم. قشنگ تمیز خوشگل. برو بالا. اینجا رو خوب نزدم. اسپری خوب نزدم. مشخصه دیگه کار رو خوب در نیاوردم. خیس بود خاک تو اون سرم. میگم چرا چیز نکردم. البته خیلی بهتر شد. یه خود پیس زدم بهترم شد. و این چلونیم. خب فینیش
کلینگ اینتریور. آقا من خیلی چیزه وایسا میدم حس میکنم این باید یک غلطی میکردیم. بده میام باید خوش بکنیم آقا. نمیشه که این یارو تازه الان ماشین خوشگل میشه. نمای آنون هم از آبچال آب داره. خب اوکی عجب آهنگی بنازم. این آبشو خالی کن. آها به این میگم ماشین. وایسا قشنگ بشین. من خیلی رو کارم وسواش دارم. خدای خیلی خوشگله. خدای میخوام آقا اینجاش وایسا میبینم لک مونده هنوز. آقا من اینو استون مارتین میخوام جدی. یعنی میشه یه روزی کار اینتریور کار کیت. خب از این هست دیدی دقیقا همینه دیگه. اول کف مالی داره. وایسا میبینم اینتر کن. این اول کف باید بمالی. اول کف رو میماری بعدش با این نفهمیدم چجور. وایسا میبینم چقدر موزخه با ای و دی هم میشه. من 3 ساعت دارم با اسکرول. بیا حقیقتا که یه کوچو طول میکشه. حقیقتا توف به این دستگاهی که داره. بودو 3 ساعت داره چیز میکنه. بزن دیگه بودو. چی حوصله داره این همه ماشین رو چیز کنه. برو بابا قشنگ. این ورا. جون بکن. تمیز شد. 3 ساعت نمیدن الاف همینجی. این چی نداره. این تمیزه. چیش مونده؟ خب مثل که این یک صندلی هم مونده. خب اینم از این یکی رو میمونه فکر کنم. اینم فکر کنم چیزه. من اگه همچین سی دارم دیدی گفتم اینم کثیفه. این یکیش کن. اینم 100% کثیفه. تمیز کن اینو. این تمیز حاجی خدایی خیلی خوشگله. خیلی زیباست. بشین بابا بشین اینجا بیشو. چرا 25 درجه زده بود؟ حقیقتا که یه دقیقه حله. اوکی مشکل که نداره. یه دقیقه فکر کنم قطع شد ضبط ویدیو. واقعا داشتم فشار میخوردم. کلینگ اینتریور داشت. این تمیز هم دیگه چی مونده میگه؟ اینو که تمیز کردم. چی مونده دیگه؟ آقا این داره احساس کنم مفخری داره. 1 2 3 4 تا دیگه چی دیگه ای داره. آقا چی رو باید چیز کنم؟ خب یکی به من بگه من بگم چشم. نکنه این اینم بود دیگه. حواسمون کجاست؟ صندوق عقب هم جزش حسابه دیگه. این تو چه رنگ مزخرفی داشته اولش. الان تمیز. به برق میزنه. گود جای تایم تو گو. همین تمام شد. در ببند. آقا من واقعا این سقفش به من ربطی نداره. آقا مگه ماشین منه؟ ماشین خودته. بذار اینجا میبینیم. بابا به من چه ربطی داره؟ بفروش بره. من خریدم. ببخشید چی داریم؟ صدای بوش حقیقتا خیلی داشتم تأمل میکردم ولی یه چیز زیادی صدا زیاد بود. بخاطر همین مجبور بودم اسکیپ کنم. ولی 100% از جوری که پیداست از اون موقعیت خفنی داشتیم الان رسیدیم به اینجا. مثل تمام بازی‌های شبیه ساز که اولش واسه توتوریال جور خفن نشون میدن الان تو این جهنم در ریم. بله خب ما باید از اینجا شروع کنیم. خیلی عالی. خب بذار ببینم. میگه اوپن کامپیوتر. جان جانسون. ایول چه ماشینی داره؟ آبوری خونمه؟ آودیه یعنی اکسپت تاسک. لودینگ آبوری 81. پلیس کار کن. یه جور میگه پلیس مثلا 100 تا ماجرا داریم. خب میگه یوز د ول منو. میگه کجا برو؟ میگه برو تو استور
بادی ورک کیت. خب پول داریم بخر. حالا باید اینجا ما بذاریم. خب دیگه اون قشنگ آماده بود و حالا ما باید اینجا بخریم. گو تو دیزاین لوکیشن تو کالج تو که خب باشه داداش اینجا میرم باش کار دیگه باید کار دیگه. این چی ماشینه جی؟ دیگه گفتم اشکری اصلا مشخصه. من برنده کارم آقا. کف مالی کنیم ما دوباره باید کف مالی کنیم. کف مالی ما کم کف مالی میکنم حقیقتا این بار. بالاخره زیادم که نمیشه دیگه. کف مالی زیادم خوب نیستش. میره لای درز و اینای مزخرفی دارم میگم فقط واسه اینکه کم کاری کنم. اما بس دیگه. آره دیگه هم که حله. بزن بشور به ما چه ربطی داره آقا؟ ماشین رو ما چی میگن؟ کیفیل شور چی میگن؟ گربه شورش میکنیم ما. پیکانش رو انگار ما گل ماشین. پلاکش رو بردارید. آها اینجا بشور کلین کار. آها قشنگ کفا برا. کف نمیخوام بمونه روش. بابا برو دیگه. این چیه؟ یه لیست آب بریز تو شام میشه سستان اون آب دکار. بشور قشنگ بشوریم قبول کنه ما. از همه جاش باید بشور تموم شد دیگه. چیش مونده آقا؟ چی میگه؟ فوم کار. فوم نداریم قشنگ. کجاش؟ با کجاش مونده؟ ببین بابا خب من دارم دوباره میشورم. خدایو خب این چه مزخرف داره. کل ماشین رو بزن چیز کنید. گربه‌شور مثلا یه جا تمامش خسته نباشه واقعا. بریم بشور. خب اوکی شستمش. من میخواستم خشکش کنم همون اول ولی به خاطر این عمل زشتش که نذاشت و دوباره ما فوم زدیم آب کشیدیم این غلط رو نمی‌کنم. مثل اینکه میگه بکن. خدایا مثل اینکه گفتش بکن دیگه چیکار کنم؟ بدبختی دیگه. باید ماشینشونو چی میگه چنج کلین. این دیگه خیلی قشنگ. برو ببینیم من الان چه ساعت دونه به دونه ماشین تو رو من تمیز کنم. بزن ببینیم بابا ماشین تو رو من باید اینجا تمیز کنم. آخه من چقدر پول میدیم؟ 170 تا گفته شو کنم پول داداش. من فقط 300 تا پول دادم اونو دادم. بله به خاطری که آبشو نچلوندم دوباره آبی کرد. دمت گرم واقعا. بذار آبشو بچر کنیم با آب این هم باید بچر کنیم. قشنگ تمیز کن بابا. این جونش در میاد انگار مثلا یه کوچولو کثیف باشه. چی میگه؟ یه کوچولو آب دیگه خوش میشه دیگه. میری جلوی ملت خیلی سوسول شدن تو خارج. خیلی سوزولن. بابا بزن بره پی کارش دیگه. بابا بسته کجا دیگه مونده؟ بی پدر کل زندگی من خوش نکردم تا الان اینقدر. بابا اینا رو هم بکن. یک گوی بکن. وای واقعا هم دیوونه میشم از این بازی. چه بازی مزخرفیه من دارم پلی میدم. تو شو مگه کجاش دیگه مونده آقا؟ روی شیشه. خدایا بده بره این مزخرف در رو بذار میام. گم شو می‌بینی. بابا برو. بنازم این حرکتش قشنگ بود حقیقتا. خوشم اومد. باشه بذار اینجا میام. گوشی بردار تعبیرش بده به تیک پیکچر. با من نمیخوام از این پیکچر کنم. چی بگیرم؟ بیا بگید تماشا بریم. چی برو ببینیم ما. بذارش تو این ساعت دقیقا یه 2 نفر بیاین پولدار باشن یک ماشینشو بدم به اون یه تا اینجا بکنیم. بله خب چی میگه؟ بابا بزن بره حالا. ریترن کار کن بده ببینم. دونت آره نه حالا نظم شاید یو اش رو دست میخواد. بله که 5 ستاره. نه پس میخواد 5 ستاره نده. این همه واسط کار کردم 2 بار فقط شستم ماشین تو. می چقدر آب هزینه کردم. کلا 150 تا پول داد. چی میگه فوتو چی شد؟
اوه این قشنگ بود حقیقتا. اینش باحال، خدا وکیلی باحال بود. قبل و بعدش رو اینجوری میدیم. اینش قشنگ بود، یعنی بازی هر چقدر مزخرف شه اینش حقیقتا باحال بود. بله دیدم، دمت گرم دیدم. خب یه دونه جاب دیگه هم بگیریم از سکیرومت رو. کرافت دوسر چه ماشینی میشه این؟ خب میگه چی؟ بادی ورک. او پولیشین. او یه پولیش داره با بادی ورک، دو تا با هم داره. پلیس کار هم داره. چقدر پول میداد گفت؟ یه دقیقه آقا میشه یه دقیقه بیاری ببین چقدر کار پول میده؟ بابا نمیذاره ببینم چقدر کار میده. آها چقدر خوب. پول چقدر؟ پول چقدر میدی؟ واقعا خیلی خرید. استورمیه باید الان پولیش هم بزنیم. آره میخریم 300 تا داریم میدیم واسه 125. ضرره، کلش ضرره. ما پولیششو باید چیز کنیم. من طور نکردم یه واقعا بردار. خب بردار. خب ببین عزیز دلم. اول می کلین دکار. آقا وایس اول با دوره ما یه دقیقه اینجا رو بشوریم. خب ماشین یک آبکشی هم انجام دادیم قشنگ تمیز تمیز. حالا ما چون چیزی قشنگ تموم خوشگل. خب میگه این که تمام شد، میگه اینش هم بکنیم. چیکار کنیم؟ سریع خشکشم بکنم نگن خوش نکردی. قشنگ خشکش کن. اگه خوش نکردی باز مثل اون موقع. چرا آهنجا میشه کارتون بود؟ اوجی انیمیشنه. چرا شبیه اونه؟ بوم صدا در میاره. الان من یک سوالی دارم، چرا اینقدر چراغ این بازی کمه؟ یه دقیقه. خب حل. بریم همون درستش کنیم بشر و ماشینشو. بادوم آهنگش واقعا ولی خوبه. آهنگش جدی خوب چیزی. قشنگ خشکش کن. چرا حس میکنم دوباره چیز کردم اشتباهی؟ بابا تمیز کن بره دیگه بابا. من 3 ساعت دارم اینجا. خب تمام شد. الان مونده پولیش. نیازه بره اینجا پولیشو بیا. اصلا کار تخصصی من اصلا رشتم اصلا اینه. وایسا. اینجا اول باید مشخص کنه کجاها پولیش نیازه. همه ماشاءالله زده پاره کرده ماشین رو. همه جاش میخواد. بالاش چی؟ بالا نمیخواد. اینجا چی؟ میخواد. همه جا اینجا میخواد. کل اینجا بدنه میخواد. اوکی میریم واسه کار کردن. اصلا نیاز نه واسه اساس. من الان آقا خیلی نورش کمه جدی دارم. این ماشین خیلی سیاهه. نیگا نارگیله. خیلی نارگیله. فلش لایت نداره جدی. فلش لایت 3 ساعت باید پولیش کنم. مردم هم شده. یه چیز کن میدم اینجوری چه این کنم بعدی. آها نه خدایی ناخون قشنگ داره صاف میشه. ماشاءالله بلده. آفرین قشنگ پولیشش کن. اینجا نمونه که اوضاع خیسکیت میشه. پشت چی شد؟ عجب بابا عجب. ما مسئول خدا همه چی در گردن ما. همه چی در گردن حداقل نمیگی. میدونی بعدم از این میسوزم که نمیگه حداقل کجا رو باید. کلا میزنه میدونی. بعد پولم ازت میگیره فکر کنم. بذار ببینم کجا داره. اینو الکی که نه یه چیزی. اینا بیا اینجا کامل پولش خدایست. دیگه چی؟ اینجا که نداره دیگه. اینجا یکشو داره.
آها اینجا داره. تمام ایزی یوز فون تو فینیش اجاب. تمام بزن بره بده یه عکس هم ازش میگیریم برای سیاه. آره فوکوس یکم نورش هم زیاد کرد جدی. آها خوشگل شد. این یک عکس بگیر ازش. از اینم بزن بغل این. ایزی ریترن کار بده بره بابا ماشین میشه با پلیگه. آها توی کل جام بین از 250 تا پولات خوبه. این خوبه دیگه. 200 تا چیزمونه. آها این پلیرمون ما تا 5مون 48مون خوبه. باز 5 تا رو بهمون دادن و دمشون گرم و نیوتول و این چیزا اومد و دیگه. خب بخش آموزشش تموم میشه واسه خود بازی اصلی شروع میشه. خب آقا مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و 2 تا ماشین زیبا رو ما اینم بذار ببینیم بالاخره اون دلش نه سیاه پوسته که هست. این بله یه پولیش انجام دادیم روش واسه مشتری عزیزمون از زنجان. واسه شون یک پولیش انجام دادیم که ماشینشون رو بهترین چیزی که میشد درست کردیم. و اگه خوشتون اومد از این بازی حتما توی کامنت ها بنویسید که من پارت دیگه هم بذارم. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی بدرود.